ساتور تورسون قصه سنگ در بغل به طوفان. درود شنونده های عزیز، به توجه شما قصه سنگ در بغل به طوفان از نویسنده خلقی تاجیکستان ساتور تورسون از سلسله خوانش بدیعی. آغاز گفتار 4. هیزومی بورس یک خیل سوخته زبانه‌های آتش تدریجاً فرو می نشستند. کلبه تاریک‌تر می شد. از درد صاحبش بیخبر سگ خیلی آرام گرفته حتی مویش نمی جنبید. رشاد از وی چشم کنده فی الحال دست به شیشه بود و یک قلت بر این عرق را که در تک آن مانده بود از دهانش نوشیده خود را بر روی جاگاه پرتافت. پس از مدت خواب‌آلود پهلو گشت. کرپه را گرفته تا میان به بالای پایش کشید. طوفان در بیرون همچنان شورش کرده، گاه اما با شدت پشت در می‌گفت. گلخن به تمام سوخته اینک در آتشدان در تاریکی کلبه سنگین فقط لخچه های آن می درخشیدند. از کثرت عرق بود یا از چیزی دیگر که سیاهی پخش نموده رشاد سحری ترسیده خیست. سرش گران، دهانش قاق، بالای این خنک خورده است. و زود نیمتنش را پوشید و رویش را به کف دست مالیده استخوانش وزنین گرنگ به اطراف نگریست. کلبه روشن بود. از بیرون صدایی به سمع نمی رسید. بوران یقین قطع گردیده از روزنه سقف و از راه‌های دری فرسوده انوار زرین آفتاب تار می کشید. در آتشدان تنها خاکستر باقی مانده است. نفسی سرد می آید از وی. سگ بیمار در همان جایی که شب نهایت آرام گرفته بود حالا کلوله شده، گاه میجه زده، چشمان آبروش را از صاحب خود نمیکند. به خیال رشاد نه فقط این کلبه سنگین بلکه تمام عالم گویا غرق خاموشی. از تضییق آن قریب است گوشهایش به جیغ آیند. کار ناز نشد بیباک، در خواب ماندم. سگ نامش را شنیده به زور مینگاسد. آمیخته به آهنگ شادی بود آواز خسته‌اش. ولی رشاد دیگر به وی اعتبار نکرد. حتی بر رویش آب نگرفته آسیمن لباس پوشید. موقیانی را نیز در حال به پای کشیده تلپکش را به سر ماند و شیشه خالی را که حیران غیریده میخوابید بانوگی تیاق از پیش راهش دور انداخته هوش و یادش برمه تاخته از در بیرون برآمد و چشمانش یک بار خیره شد. زیاده از این سوزش کرده به اختیار توقف نمود. زهر سرما هنوز نشکسته است. نورهای تیزی آفتاب که در افق قدی نیزه بالا خیسته بود به سفیدی برف بی انتها منعکس گردیده به نظر دهها کرات درخشانتر می‌تافتند. آسمانی بلند بسیار صاف، پروسعت، نلابی از سری صخره‌های بیشمار و نشیب و فراز کوه فرهاد نیز غباری به چشم نمی‌رسید. پیچیده به چادر برف چون موی سفیدانی با تمکین سکوت می‌ورزید آن کوهی بزرگ. عموماً اطراف در تصرف چنان خاموشی مطلق قرار داشت که به گمان کس در این دشت نه شبی گذشته و نه دیروز و پریروز هرگیز طوفانی در شورش نبود. قرص آفتاب بی صدا می خندید. برف و باد چگونه مانوگیر قیام می کردند گویا وی هم اصلا نمی دانست. رشاد چشمانش را فرصت مالیش داده به گرد و اطراف درستر نگریست. به جانب قورک و نه یک بار و دوبار نظر دواند. از آنجا نیز صدای نمی آمد. محیط همه در حکم سکونت. چنین می نمود که در این دشت دامن کوهسار بغیر از او دیگر جانداری نمانده است. خودش چی گپ؟ گوسفندان در چه حال باشند؟
خاطرش آشفته نخست فکر کرد رشاد و رو به سوی قوره نهاده 1-2 دقیقه راه نمود. ولی ناگهان به حیرت آمده مثل آنکه سرش چرخ میزد آهسته قدم باز داشت. همین طور با دقت و هراسان لحظه به پیش چشم دوخته در دست تیاق از نو پای پرتافت. رشاد اکنون شتابان به قوره نزدیک می شد. در روبرویش در قریبی پنجره دری بلند 1 داغ تیره یا خود سیاهی سطحی گلیم بر این به نظر نموده دم به دم رنگ بدل می کرد. در پرتوی آفتاب و جلای برف گاه زرچه به چشم آید، گاه مایل به سرخی می گردید، گاهی دیگر باز تیره می تافت. چیست وی؟ رشاد بیشتر پریشان شده سراسیمه قدم می ماند. قریب می تاخت. برف خشک در زیر پایش غیرچ غیرچ صدا برآورده و تارهای عصبی بی این هم خرابش گویا لطمه می زد. و هر قدر که او به قوره نزدیک می رفت آن داغ وسیعتر گردیده اکنون فقط سرخچه می نمود. یا توبه، نخواد یگان فلاکت. پنجره در کو محکم، دیوار نیز بلند، سنگین، مستحکم. هیچ ممکن نیست که آمده محض در همین روز پس از قطع شدن طوفان رشاد از برای کدام واقعه تصادفی ناخواست در بلا ماند. اما چیست آن داغ پهن؟ هنگامی وی زود به قوره به پناهگاه گوسفندان رسید، در پیش پنجره در 1 منظره مدهش را دیده هوش از سرش پرید. گویا بوزکشی برپا کرده باشند. در روی خرمن بر این مساحت برف همه پیسپر تیت و فیت. هر جا خونی بسیار ریخته است. در مابین گلویش کنده و شکمش دریده سگ ناترس او مله میخوابید. در گردش 1 قبضه نیم قبضه پشم از خودش از گرگان چیلم است. آن طرفتر نیست. حتی در میان دندانهای به قوتش که به هم فشرده و سفیدگیز بودند پیلته پیلته پشم خاکستر رنگ مانده است. چون شهادت از افت و درفت وی. به چه صورت پیدا می شود ترس؟ مله هرگز نمی دانست و از هیچ بلا روی نمی تافت، برعکس جسورانه حمله می آورد. انا عاقبتش. رشاد سری پا نشست و تیاقش در بغل دست به تن سگ بود. جانور زخمی بسیار گرفته، خون بالای پوستش، در گلویش، اندرون شکمش یخ بسته است. 1 چشمش را کندند، چشم دیگرش گشاده. به نظر حیران و لاعلاج، بی حرکت به آسمان نیلابی می نگریست. حیف عمر جوانش. از این جسم افگار معلوم که خیلی کشاکش کرده است. مله گرگ ها نیز کمش 3-4 تا بودند و البته گوسفندان را بوی گرفته آمدند. از برفی تکورو، از خونی به هر جا ریخته و یخ بسته، همچنین از قبضه های پریشان پشم بر علا روشن، آنها پس از فرو نشستن بوران پنجه به پنجه شدند و تا دمی که مله جان نداده است مبارزه کردند. لیکن وی از این دیوار بلند چه خیلی گذشته باشد؟ به حال زار گرگنداز دلش فشار خورده. حتی پیش دیدگانش را پرده اشک گرفته رشاد از جای خیست و فقط همین لحظه چشمش به سگی دیگری خود افتید که یقین مدت باز در پشت پنجره در ایستاده با او غمگین می نگریست. ها پهلوان، جانت را عزیز دانستی؟ و 1 لب لیسیده آهسته دم لیکان. ترسیدی البته. سگ غرنگید. اگر نی تو هم برآمده در پهلوی مله یارمند شوی میمردی. قهر صاحبش را حس کرد، مگر که وی تاب خورده به جای خود به طرف شیپنگ پستک رفت. رشاد از پشت پنجره در
کنده ها را گرفت و یک پله آن را کشاده به قوره درآمد. شاید چهره آفتاب را دیده قسمی از گوسفندان حالا بیرون از پناهگاه در روی برف میگشت. قسمی دیگر در تگ شیپنگ یا خواب بود یا خواهم نخواهم خس و خاشاک میخوایید. رشاد همچنان فکر میکرد که معله چی طور از قوره برآمده است. گرداگیر دیوار بلند، پنجره در محکم، پس جانور با کدام راه خود را به آن توده خوناشام میزند؟ نترسیدنش را بینم. اصلا چی لازم بود این جنگ بیهوده؟ با کی در کار بود از قوره بیرون رفتن؟ گرگ ها به آمدن خیر بوی گرفته آمدند. آخر مستند. هر وقت بر این تک تک دیوار تاخته از ناعلاجی نوله کشیده تا به دلشان زدن فیر میگشتند و باز دفع میشدند. مثلا شب گذشته درست است که بعد از تیر کشادن رشاد گریخته رفتند کو. این کرت هم میرفتند، یک عمر نمیماندند در پیش قوره. پس چی ضرورت داشت خود را به دام آنها انداختن مله؟ از افتش غروری جوانی، خونش جوش زده، احتمال سخت در غضب شده، به نوله و دوقیج گله دیگر تاب آوردن نمیتواند. بالای قهر راهی برآمد میجوید و مییابد. اما چی طور؟ رشاد با خیال شاید در یگان جا برفش کوچیده باشد به سرسری دیوار قوره نظر دوان. نه، هیچ گونه پی نمیتابد، از آن گذشته هم نمیشود. لیکن مله علاجش را یافته است. به کدام راه و چه خیل بیرون میرود جانور؟ در هر صورت انیق کردن لازم. و آخر قناعت نداشت. با وجود قدرت و جسارتش یک سگی مقرری بود، یعنی که افسون و افسانه را نیز نمیدانست. عاقبت جوان مرگ شد. بدبخت، حیف شد. اگرچه با گناه خودش در این فلاکت پیچیده است، دل هر کس هم به شرطی که از سنگ خاران نباشد کم یا بیش می سوزد. پس درباره رشاد عموماً جای گپ نیست. معلا نه تنها سگ چوپانی، این چونین به مانند بیباک دوستی با وفا بود به وی. یک وجودی رمزفهم و بسیار مهربان بود و فعل و خوی آن جانور حالا مرده را رشاد از طبیعت بعضی فرزند آدمیزاد چندین مراتب بهتر می حسابید. ولی ناگهان جدا شد از همدم خود. مفت به هلاکت رسید مله. بیباک نیز افگار و افتاده. گمان است که دیگر به پا خسته از سری نو پاسبانی رمه گردد. انا با آن سگ تنبل اینک تنها ماند رشاد. غرق اندیشه وی در مابین قوره فرصت ناجنبان ایستاد. سپس گویا از اصل واقعه پی برده زود به سوی شیپنگ پستک رفت که حالا خالدار یگانه سگ صحت او در پیش آن گنهگارانه جولیده میگشت. نهایت یافت رشاد راه مله را. وی حیران شده لحظه کله جنباند، لب گزید. همگی یک سگی بی زبان. اما چه طور عقیده کرده است که در تاس پریده خود را بالای شیپنگ گرفتن ممکن، از آنجا به سر دیوار؟ وی تا این درجه با عقل بوده است و رشاد بیخبر. از افتش گرگ ها دور و دراز غیره و برداشته خوب به جانش میرسانند، تهدید میآرند، چنان که همه آنها را به تنهایی جزا داده میتوانسته باشد. غیرتش البته لب گزیده، لب زده، خونش جوشیده به چار طرف میدود و جانور بی‌طاقت شده راهی برآمد میجوید، چنان که همه آنها را به تنهایی جزا داده میتوانسته باشد. البته لب زده، خونش جوشیده به چار طرف میدود. نهایت همین راه دشوار را پیدا کرده خود را به سر آن گله مست میاندازد. رشاد از بامگوشه شیپنگ که برفش در جای نقش چنگال و توش مله خیلی شاریده به پایین ریخته بود با تأسف چشم کند. باز کله جنباند، آه کشید. پس ملامت آمیز به خالدار نگریست.
ترس داشت مگر که وی با یک بی‌جرأتی در اطرافش پیلمیده هر گونه آواز می برآورد، گویا پست پست درد دل می کرد. دفع شو از نظرم به عذر و معنیت، احمق نباشی اکنون پشیمان می خوری. رشاد سگ را از خود دورتر رانده طبعش تماما خیره به سوی گوسفندان رفت و همان لحظه به ندامت اندیشید که بالای سوخته نمکاب چی لازم بود آن مخلوق خدا را بیهوده رنجاندن. کار ملک و خیر معلوم، جانش در بدنش نغنجیده، از حد زیاد بی عقلی کرده به سر گرگ ها تاخته است. نتیجهش نیز روز بر این روشن. ولی اگر خالدار هم از پشت وی دیوار را می گذشت، آیا واقعیت دیگر خیل می انجامید؟ البته نه فقط یک خود مله، بلکه این سگش نیز هلاک می گردید. و خوب است که از قوره نبرآمده است جانور، زنده مانده است. بیگذار تنبل باشد، شکم پرور باشد، اما به هر حال در پهلوی رشاد سرابش را نشان داده گردد بس. بی سبب کاهش می کند خالدار را، بی اساس می رنجد از وی. حادثه‌ای که باید رخ نمیزد روی گرفت و کار الکی از کار گذشت. چون و چرا گفتن دیگر سودی نمی آرد. پس سگی بیگناه را بسیار لط نداده به این طرفش احتیاط بودن لازم. از بین گوسفندان تا به کناره های شیپنگ رفته رشاد دریافت که دو میش نهایت لاغر یقین در سرما شق شده جا به جا مردند. جفت جفت می آید بدبختی، غرنگید او و تنی بیجان آنها را یک تا کشاله کرده بیرون از قوره برده پرتافت که بعد پوستشان را می کند. جسد مله را نیز از میان میدان برداشته دورتر از چشم در تکی دیوار ماند. گویا به تماشا نایستد تا گوراندن در همین جا باشد. زمین هنوز در پنجه یخ بسیار سخت و کندنش البته آسان نی. اول زهرش رفته هوا کمتر ملایم شود، پس انا می بیند. پروردگار او را هیچگاه از تشویش فارغ نگذاشته است که امروز یا روز دیگر رحمش آید. حالا از پی کار خود بودن لازم. گوسفندان را هرچه زودتر جایگردان کرده درستتر به حرکت نآرد، نشاشاند تا حدی می تواند زهری بدنشان را نرواند. احوال آنها از این بدتر می شود و بهتر نه. چی علاج که سخت آمد زمستان، قتال آمد. کسی اگر پیوسته از حال رمه با خبر نباشد، رفته رفته دو دست در بینی می ماند. افسوس می خورد و سود نمی بیند. اما وی شبی دراز کهی کهنه را باد داده این حقیقت را گویا فراموش کرد. به جای آدم بر این هوشیار خوابیدن، چوپان بر این در غم گوسفندان بودن، مثل یک مخلوق میزده هور عرق نوشید. مستی لایقیل شده از تاخت و تاز گرگان خبر نیافت. سگی وفادارش بیغرض متکایش نابود گردید. حیف مله، جوان رفت، ناگهان رفت و اگر هوشیار می بود یقین روی نمی زد چنین فاجعه. رشاد به خوره در آمد و هوی کرده بعضی از گوسفندان بیمدار را از دنبه های قاقشان برداشته و به پیش تیله داده رمه را بیرون برآورد. به چند میشی کسل کاردار نشد تا می توانست آن را شتابان به دشت کشاد رانده سری راه کمانش را گرفت و قبل از آن که دری کلبه را پوشد لحظه‌ای به بیباک نگریست. وی جایش را دیگر نکرده همچنان به حال می خوابید. من یگان ساعت پس می آیم، باز علال می مانم، عطاله پخته می دهم. تو بسیار زیغ نشو، زیقی نصیب من. شب چی واقعی بد روی داده است تو نمیدانی. اصلا همین ندانستنت بهتر. بله تو خواب کن، حالا من زود بر می گردم. و این را گفت و به اندیشه مبادا که سگ خنک خورد در را محکم بسته از پشت رمه شد. خالدار نیز در پهلوش قدم مانده گاه تیزان پیش می رفت، بعد در انتظار او می ایستاد و برابرش فرصت راه پیموده باز می دویده و در گرد خود چرخ زده یا از نو توقف می نمود یا شاد و باد قفا می گشت. مضمون به صاحبش فهماندن می خواست که وی خالدار سگی چندان بد نیست. علا قدر حال چاکر است، یک جانوری اطاعتکار است.
های هو، های هو. رشاد تیاقش را در بالای سر دور زنانده هر زمان بلند بلند فریاد میکرد، گویا تهدید آورده میترساند گوسفندان را و آنها در برفستانی بی آخر تا بند پا غوطیده، یکی بردم باشد دیگری کم مدار، از پی سیرکر راه میکشیدند. اگرچه آفتاب بیدریغ نور میافشاند، سردی هوا نمیشکست. تا علاجش هست تیز و بی ایست راندن لازم را مرا. کمش یگان ساعت، حتی زیادتر به این طرف و آن طرف رانده، فقط بعدی که گوسفندان خون در رگشان دویده نهایت گرم می شوند، باز پس به قوره بردن ممکن. تا بند و پیوندشان کشاده شده آزاد نفس نگیرند، تا پیشاب کرده زهری بدنشان را بیرون ناندازند، خفناک است آنها را در یک جا نگاه داشتن، علل خصوص در سرماهای شدید. بنابراین رشاد دیروز هم رمه را مجبور به پا خیزانده، از بس که در عین تندباد دیگر علاج نداشت، در خود قوره به هر طرف گاه گردانده و گاه تازانده خونش را درستتر به حرکت آورده بود. های هوی، های هوی. وی گوسفندان را تا خیلی مسافه با سرعت رانده راهش را تغییر داد. اکنون رمه به جانب دیگر می شتافت و تا می توانست در تحت فریاد رشاد تیز تیز پای می ماند. با وجود این هنوز لنج می نمود. درست است که قسمی از آن تدریجاً چابک شده، حالا به گویان در میان برف بیملال پیش می رفت. اما بعضی میشهای شوششان به علت و قریب همه باردار دم به دم می کلویدند، گاه ها سری زانو می افتیدند و زور زده با حمای رشاد از نو می خیستند. گویا از جانشان تنها رمق مانده باشد، با یک حال زار می گشتند آنها. به نظر چنین می نماید که حتی کشاله شده می روند. شیرین است حیات، هم برای انسان هم برای حیوان. دشوار است امید بریدن از دنیای روشن. بگذار باد شورش کند، شبان و روزان برف ریزد، سرمای شدید طاقت شکند، یخبندی شود. ولی در هر وضعیت مشکل است دل کندن از زندگی. بنابراین رشاد تا که رمه از مرگ ایمن باشد، زیاد تلف نگردیده روی بهار را بیند، آن را با شتاب پیش میراند. سگش همراه تیاقش را در بالای سر چرخ زنانده بعضا عتاب میکند. و تخمین 1.5 ساعت گوسفندان را به هر طرف گردانده، بعدی که در خیالش علاقدر حال گرم شدند، خونشان دویده، زهری بدنشان نیز کم یا بیش اما رفت گردید، به خاطر از این جهت آسوده باز به قوره آورد. در تک شیپنگ به پیش آنها بغل بغل خس و خاشاک پرتافت و پنجره در را محکم کرده، این دفعه به کنده ها دست نبرده، لحظه‌ای به بون دیوار به جسدی افگار ملت چشم انداخت. به 2 گوسفند مرده نگریست و با تأسف کله جنبانده رو به سوی کربه نهاد. خالدار از دنبالش آهسته می رفت. وی تکبندی موقیانیش در بالای برف خشک غیرچ غیرچ صدا می برآورد. با وجود آن که از پشت رمه خیلی مسافه را طی زده رشاد گرم شده بود، برابری هر بار نفس سر دادن از کانک‌های بینیش بوق می برآمد. صحرایی نه چندان وسیع، سر تا سر در قبای برف، یک ذیل چشم می ربود. قرص آفتاب اکنون به ارتفاع خود رسیده، انوار جان بخش آن سفیدی اطراف را 10 چند می افزود. گویا می خواست به این کوه و دشت سرد و ساکت هرچی زودتر گرمی بخشد. ولی هنوز خنک بود هوا، بلکه بیشتر زهراگین می نمود. رشاد خالدار را در بیرون مانده به کلبه در آمد. تیاقش را در پایگاه به یک طرف پرتافته، کمان را به دیوار تکیه گذاشت. حتی به جایش ناویخت.
و اصلا فقط پوستینش را زود بدر کرده از پله خورجین 2 تا کومه گرفت و دری نیم ویرانه را غیجراز زنان کشاد. ما بخور آش شود. وی آنها را در روی برف به پیش خالدار انداخته در را گشته پوشید و نگاهش ملایم به سگ بیمار چشم دوخت. تو هم البته گرسنه مانده ای. بیباک سرش را کمی بالا کرده اول یک غرم گید، بعد کنده کنده سرفید. تو بیچاره فقط می سرفی. چیزی که گویم می سرفی. سگ چشمان آبروش پر از افاده مهر آهسته خزیده به آن نزدیک شد. پایهایش را بویید. ساقی موقیانیش را لیسید. خیر کفایه. رشاد سری پا نشسته جانور را مدت خارمال کرد. گوشهای بریده‌اش را با نوازش و بی آزار کشید و در بدل چند روز آخر نخستین مراتب خود به خود خندید. خب حالا این کلبه را می تفسانیم، اطاله می پزیم، بعد انا کیف کرده می خوریم. با وجود آن که وضعش بد بود و به فکر رشاد تب داشت، بیباک خوشنودانه مینگاس زد. کاش که زودتر صحت میافتی. جرأت محله دیگر نیست. به یک حساب من اکنون تنها. نابود شد محله، هلاک گردید به دستی گله گرگان. همین طور بیباک. کس هیچگاه نمیداند که فردا حتی پس از 1 ساعت، پس از 1 نفس چی بلا می آید به سرش. سگ با سرفید، دور و دراز و با عذاب سرفید. میدانم احوالت وزنین، اما ناامید نشو. حالا به روزهای خوب میرسیم. بعدی که بیباک آرام گرفت، رشاد از بیرون یک بغل هیزمی برس آورد و 4-5 تا اش را از بالای پیش درگیران به آتشنان مانده گلخن افروخت. تا دمی که وی نشکفت، زبانه نزد، پیشانی به کفی دست گذاشته آرنجش در سری زانو خیال‌آمیز به سکوت رفت. کلبه خنک بود و در محیط این سردی، در تنهایی به سگ بیمار رشاد خود را هم جسماً و هم روحاً بدتر حس می‌کرد. شاید چون این حالت دیر باز عادت شده است به او. عجب که هر وقت بیشتر از رمه دور ماندن برابر هوش و یادش به ایام گذشته گره بسته، طبعش یک باره خیره می‌گردد و نمی‌داند کجا رود. سوزی دلش را به چه رفت سازد، با کدام راه تسلی یابد. خونابه شدن دلش خیر معلوم سببش نیست، لیکن حالا سرش به درد می آید. همه وجودش را گویا سیاهی پخش می کند و جانش در بدن نگنجیده می خواهد فریاد کشد، مشت به در و دیوار زند. شب اگر لجامش را کنده، خوده و بیهوده عرق نمی نوشید، شاید به این درجه نمی رسید. نه فقط سرش وزنین، نه تنها به هر گونه خیالهای ناگوار می رود، بلکه دلش نیز به حضور. برای او رشاد غم زدانی برعکس بالای سوخت نمکاب شد شیشه صابر. هرچه باشد کی خود را به دست می گیرد وی. عموماً کی خلاصی می یابد از پنجه درد. یا همین طور نه مرد بودنش معلوم، نه زن، تا آخری عمر نالیده می گردد در دشت و صحرا. انا انسان، انا سرنوشت. براستی از این روزش دیده به گردن خود تناب اندازد، مرد یکسان زمین شود 1000 بار بهتر. یادآور می‌شویم که شما قصه سنگ در بغل به طوفان نویسنده خلقی تاجیکستان ستار تورسون را از سلسله خوانش بدیعی شنیدید. انجام گفتار 4. راوی قربانی صابر، کاری کارگردانی شیرعلی نغزلی.